استادیم. فوتبال ورزش مورد علاقه بسیاری از جوانان است. در کودکی معمولاً بیشتر پسرها به این ورزش علاقه نشان می‌دهند. فوتبال هم یک تفریح و بازی است و هم یک ورزش. فوتبال یک بازی گروهی است و این در ساختن شخصیت اجتماعی کودکان مؤثر است. در ایران تقریباً 90% پسرها وقتی از مدرسه برمیگردند در کوچه و خیابان‌های کم رفت آمد به طور گروهی فوتبال بازی می‌کنند. We are taping her. Just listen to her. Okay. به ایران گونه فوتبال در ایران گل کوچک میگویند که بسیار پرطرفدار است. خیلی پایان. خوب خوندی دخترم. فقط ترشی نخور. من میفرستمش ایران رو.